برادر عزیز حاضر مادرش زنگ زد. ما راست گپ گفتیم و نوار میگیریم به همین خاطر اینا حاضر که کامیرا بود گفتیم کامیرا دانه یا مادرش خواستیم که دانا در رای مونیم فقط آواز مادرش مونیم. مادر جان السلام علیکم. مادر جان خوبه نغزین؟ الحمدلله خدا شکر. مادر جان ما پیش همین اپا دایم اپا ادیبا دایم پیش دختر شما ده همون مسئله ای که همون بچه خیری مهاجر یک در یوتیوب هست دختر شما را بروماده هر ویدیوش در گپی پست بلند میزنه. ما اومدیم در حقیقت ای اپا پیش ما برومد یگم کس نمیگریزه در روز نبوده. اگر در روز میبود ما خیلی فکر میکردم که بیرون پیش ما نمیبرومد. شما یک تلون داره که ما باور داریم که این تلونش حقیقت داره که مقصد این آدم بیره برومد. شما چی گفتن اینه که مادر جان؟ گرزه آخری بسیار ایره اگراجت کردن دیگه آخری هم تمام کرد. آخری این آدم کسری میشه و این کاری که یو کدر در شان شرفی انسان بوزی کردن و در یوتیوب در جهان گل خدو بترسنه و هر مدر خچونه دارن نخو ازدیوات سکه در شان شرفی یک دختری توچیک بازیانه را پر میپرتم ویدیو نمیبرویا ایادی بعد میبرویا بعد نوبت تای باز پراتوی ترا بوی خیلی میکنه زیغ نشه نوبت تای وزیبو ای حرامزاد تو فراموش نکن نوزش داد کنین یوتیوب دا وجه مانتاج رفته است میبینیم تو بچه کم میکنی انا مادر تونگم اکه قدی شما نوانه که انا نو قدی شما من امروز کار میگیرم مادر تگم تو دا پتری مادری همه تا میگم مادری هم فرزندی من به این کارو تیار نبودی. فرزند خیلی کارو نمیتونه همین کار باید در حقم دختر تومت کرد. هر یه ویدیویی که به برای خیلی مهاجر و جایی که مادر پدر خواهر دادر میگه نام فرزندی من قنچه نهی کاسیتوت کرد در موبایل ویدیوش میگیره و گپ میزنه. آخه همین چی گپ این خص ممکنه داده. انشاءالله مادر جان حق به حقدار میرسه همه آشکار میشه حقیقت رو میبروه. شهرمردای توجیکی ما همشون دیده است شما را در همه کانال‌ها انشاءالله میپرتیم میبینن که کی در اینجا حقه کی نو حقه. کوری من دیدین که نه نمیدونه دخترچه من در کجا اون ویدیو رسیه میره بود در کجا سفر توجیکستان بیش بودن میروند نیکی اخی بچه فرزندی من تلخکف کرد فقط اگراجت مادر جان تلخکف شید دختری بچه دارو میخورد بنا میخورد